خب این که آدم کجا میشینم خیلی مهمه. این نیست که من نخوام در سطح اون کلمات با شما صحبت کنم، اما دلم میخواد که خودمونی باشم با مردم. حتما هر طور راحت هست. بله، من همونطور که میدونید ترانه می‌نویسم، آهنگ می‌سازم و خودم رو به قول معروف مبسوط به هیچ حصاری نکردم در کار ادبیات. یعنی از شعر، بله، از شعر کودکان نوشتم تا قصیده و رباعی و غزل. در حرف زدن هم همینطوره. ترانه که می‌نویسم بی اختیار، چون میدونید دیگه ترانه یک حرف عامیانه است. شما به من میگید که من به نفر میگم که تو رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه چشمات قشنگه، یکی میگه که عجب شعر قشنگی واسه چشمات سرودم، فقط خواستم بدونی چقدر یاد تو بودم. آخه این طریقه ترانه است. بله. حضورتون عرض کنم که ممنونم من دعوت کردین. بگذارید که برای اینکه بینندگان شما، من اولین باره که در تلویزیون پارس هستم یک اطلاعی از کار من داشته باشم، من یک ترانه رو برایشون دکلمه کنم و بعد در اختیار شما باشه. استفاده میکنم. بفرمایید. روز عید، اولین روز عید و دلم میخواد که حس کنی وقتی تو رو بو میکنم. تنفسم عطر توه، فقط به تو رو میکنم. خیال نکن که خالی دست و دلم از بودنت، تو قبله سجودمی، فقط به تو خو میکنم. کعبه که یک عمر همه واسش عبادت میکنن، گریه کنون زار میزنن به درگهش، داد میزنن پیش تو هیچه واسه من، باید عبادتت کنم. مقدسی چیکار کنم؟ باید زیارتت کنم. من میدونم کفر میگم امشب شب آخرمه، شاید اجل همین الان حاضر و بالا سرمه، اما فقط آرزومه یه بار دیگه صدات کنم، با اون صدا که عاشقه یه بار دیگه نگات کنم. تو هم بیای خوش عطر و گرم روی دو زانون بشینی، اشک طلایی دلو توی تو چشمام ببینی عاشقت منم، با بند این تنم، با افتخار داد میزنم، آره اسیر تو منم. عشق که خجالت نداره، میز ریاست نداره، یه روز میری بالای بوم، یه روز رفیق خاک میشی. کدوم عشق روی این زمین درد و ریاضت نداره؟ قسم به شعر عاشقا، به قبلگاه عارفا، قسم به شیرین که شدش قصه تلخ عاشقا. 100 سال اگه منو نخوای منتظر دلت میشم، با عشق ریاضت میکشم، دخیل منزلت میشم. حکم دل را نداره، امروز و فردا نداره، ثروت مهر این دلو حتی خود شاه نداره. من وفاداری خیلی دوست دارم. درود بر شما. این یکی از ترانه‌های بسیار عامیانه بود. چقدر قشنگ، اتفاقا چقدر این شعر به دل انسان می-نشینه. البته وفاداری شما هم خیلی قابل تحسینه. در چه رابطه‌ای؟ در رابطه با عشقتون. نه البته ما ترانه می‌نویسیم. بله چقدر عالی، واقعا خیلی زیبا سرودید. امیدوارم که این شعرتون رو یک خواننده زیبا صدا بخونه. اغلب ترانه‌هایی که من میخونم ضبط شده که میخونم. بله. به این دلیل که یعنی دیگه کار از کار گذشته. بله درسته. اونایی دکلمه میکنم و اجازه میگیرم، اغلب از حتی خودم کارا رو نوشتم، رایتش هم با خودمه، ولی اجازه میگیرم از خواننده‌هایی که میخوام. به تازگی بگذارید بگم به تازگی با خواننده‌های واقعا بزرگی کار کردم، این افتخار رو داشتم. اون آهنگ آقای ستار، بله آخرین کار من که پخش شد، بله آخرین تلاش بود. این دل عاشقش نکن اگه منو دوست نداری، راحت بگو اگه میخوای قلب منو جا بذار. بله این اتفاقا البته صدای آقای ستار مجری خیلی مطرحه و ولی خب این آهنگ و ترانه رو من در ایران ساختم. بله. 7-8 سال پیش که رفته بودم. به خاطر همین هست که شما در حال و هوای گرم ایران بودید. بله. نه من در اروپا بزرگ شدم.
ولی رفته بودم مسافرت اونجا، رفته بودم مسافرت بعد 12 سال. نه خیر نه خیر، البته بنده 24 ساعته در حال عاشق شدن و فارغ شدن هستم. این خصلت بیگانه یک شاعر تقریبا. بله. ولی اون عشق رویایی رو که خودم در موردش میدونم، چون به عقیده من عاشق شدن چیز ساده ای نیست. وقتی که شما به یه نفر میگی دوست دارم، خیلی دیگه بار سنگین داره، بار سنگین مسئولیت داره. باید کور باشی، کر باشی، لال باشی، دیگه همه اینا رو باید باشی. ولی من هیچ وقت نبودم. آره همیشه حواسم به همه چی بوده. بله مطمئنم. ولی واقعا این آهنگی که آقای ستار عزیز خواننده بزرگ ما، بله که واقعا خیلی من دوستشون می‌دارم، صداشون از بچگی دوست داشتم. حالا البته ببخشید آقای ستار نگن که ای بابا، ولی واقعا صدای خوبی دارن، با شخصیت هستن، یکی از با شخصیت ترین خوانندگان جامعه ایرانی هستن. البته همه خوانندگانمون خوب هستن، هر کدومشون جای خودش، ولی ستار رو یه کار دیگه من هم که خیلی گل کرد پیروزی بود که امید عزیز. امید. البته اون کار رو لو بدم اینجا، اون کار رو من برای خدا نوشته بودم، یعنی به سمت خدا صحبت می‌کردیم که امید دلش خواست عاشقانش کنیم، چون خیلی هم قشنگ امید یاره پیروز شدم. در اصل شعر اینه، میگه آره خیلی تغییرات کرد. آره پیروز شدم، قلعه غم رو بستم. قصر عشق و فرد کردم، تو دلش نشستم. به فلک چیزی نگفتم، نکنه چشم بزنه عهد و پیمونی رو که با سادگی های تو بستم. صاف و ساده، پاک و معصوم، باز به درگاهت رسیدم. خدا میگه. من فکر میکنم بندهی وجود نشتوشه انقدر. صاف و ساده، پاک و معصوم، باز به درگاهت رسیدم. واسه به تو رسیدن دیگه هیچ غمی ندیدم. حالا از غصه بارون، اینا رو کسی نشنیده چون تو ترانه خونه نشده. حالا از غصه بارون، حالا از حال پریشون، میخوام هرگز ننویسم از دوتا چشمای گریون. میخوام حالا پرش کنم، سفر به شهر عشق کنم، فرمانده باشم تو خوشی، زندگیمو بهشت. درود بر شما، واقعا بسیار سپاسگزارم. شما خیلی نگران بودی من میخوام چی کار کنم. حالا این کمی احساس من یادم هست، چون معذرت میخوام با پوزش، ولی خب همسرم یادآوری کردن که شما رو ما 3-4 سال پیش که این آهنگ پیروزی آقای امید رو سرودید و داشتید روش کار میکردید، هنوز به بازار نیامده بود. ما با شما آشنا شدیم و یادمه منتها ماشاءالله شما خوش‌تیپ‌تر شدید. واقعا من یادم رفت که شما کی هستید. ما که نمی‌تونیم من بزنم اگه اینجوری فکر نمی‌کنم البته، ولی آب هوای لس آنجلس ماشاءالله به همه من همش اروپا بودم اومدم رفتم، نزنیم به این. بله به هر حال آرزو می‌کنم که شما در هر جایی که هستید موفق باشید، واقعا زیبا می‌سرایید و امیدوارم که این شعراتون رو هم همونطور که انتخابتون هم بسیار خوب بوده به خواننده های برجسته‌ای مثل امید و ستار عزیز دادید. البته زیادن تعدادشون، اگر شاید دوست نداشته باشین اسمشون رو بگم، مسئله نیست، سانسور همه مثلا نه اشکالی نداره، نه اتفاقا برنامه من نه بیزینسی نه چیز هست. نه ولی من افتخار اینو داشتم که با خوانندگان واقعا خوبی از لحاظ من همیشه زندگی شخصی یک هنرمند رو به خودش میسپارم. چیزی که به من ربط داره طریقه که کار من اجرا میکنه. خانم هلن یکی از کار من الان دارن میخونن، خیلی صدایشون رو دوست دارم. خیلی قشنگ میخونن، زیبا میخونن. حضور عرض کنم آقای آریس، آقای معین، خود آقای امید دوباره دارن کار میکنن. آقای جمشیدی که از کارهای من خوندن، خانم شهره، خیلی از اینها در حال من به قول خودشون تازه نفس هم رسیدم و دارن پولاشون از دستشون میگیرن. ولی چیزی که میخواستم بگم از همه مهمتر اگر اجازه بدید، حتما این که من سالیان ساله که واقعا دست به قلمم، اما همیشه آرزوی اینو داشتم که بدون واسطه با مردم خودم حرف بزنم. از این لحاظ که من اعتقاد دارم یک هنرمند واقعی احتیاج به پارتی نداره. پارتیش اون کارشه. من فکر میکنم یک آرتیست واقعی، اولا یک هنرمند به دنیا میاد. امکان نداره شما بتونی یک نفر رو هنرمند کنی. یک هنرمند حتما به دنیا میاد و چیزی که هست اینه که من آرزوم این بود که همیشه این واسطه رو وردارم ما بین هنرمند و مردم.
کسی نباشه که شما بری پیشش بگی منو ببر تلویزیون فلان جا یا منو اسممو فلان جا ببر. بنده خودم این کارو اصلا نکردم و الحمدلله مردم منو میشناسن، قبولم کردن، خیلی احترام میذارن به کار من. بله. من ازشون از همینجا ممنونم و کاری رو کردم که تقریبا تا اونجا که سن من به سواد من اجازه میده کسی نکرده تا به امروز. بله. یک کاخی رو درست کردم به نام کاخ غزل. بله. جوانایی رو جمع کردم که اوریج سنشون از 19 سال تا 23-4 ساله. بله. بیشتر این بچه‌ها از اروپا میان. بله. و بچه‌های بسیار بسیار تحصیل کرده‌ای هستن، ترانه می‌نویسن، آهنگ می‌سازن، کارهای خودشونو می‌کنن و ما دور دنیا دور زدیم. بله. و وقتی به لس آنجلس رسیدیم به تک تک این آدم‌ها ثابت کردیم که ما احتیاج به واسطه نداریم. چون مردم ما رو پشتیبانی کردن میومدن و باور کنید، چون من شنیده بودم شب‌های شعر خب مردم حرف میزنن، غذا میخورن، کسی گوش نمیده از این حرفا. وقتی که ما رو صحنه میرفتیم چند دقیقه‌ای صدا بود. بله. ولی وقتی شروع میشد میدن انقدر جوون، چون این بچه‌ها یا توی اروپا به دنیا آمدن یا اونجا بزرگ شدن. خود من سنم خیلی کم بوده وقتی رفتم آلمان. بله. اما از کتاب فارسی و زبان فارسی وقتی پدر مادر من ممنونم، از همینجا ازشون تشکر میکنم. پدر مادر من خیلی در این موضوع به من کمک کردن، هر دوشون فرهنگی هستن. بله مشخصه. بله به زور من میبایست شاهنامه یاد میگرفتم. بله بله. چقدر خوشحالیم واقعا، بسیار من خوشحالم از آشنایی با شما و امیدوارم که موفق و مؤید باشید در راه کارهایی که انجام میدید برای جامعه ایرانی. ما هم به شما افتخار میکنیم. کارهای خوب در جامعه ایرانی هیچگاه پنهان نمیمونه. بله. اینجا به قدری فرزانگان و ادیبان و دانشمندان جامعه ایرانی زیاد هستن که تشخیص میدن که چه کاری خوب هست و چه کاری. مردم خیلی آگاهن واقعا. مردم همه هیچگاه نباید نادیده گرفت. بله. مردم ولی خب سلیقه ها متفاوته. بله. من فکر کنم هر هنرمندی جمعیت خودش رو پیدا میکنه به شرطی که پایدار باشه، به شرطی که بمونه و دل شکسته نشه، چون این کار خیلی سریع آدمو دل شکسته. بله. شما هیچگاه دل شکسته نمیشید. بله. من اگر بتونم واقعا بعضی به مناسبت‌هایی شما قدم شما روی چشم‌های این برنامه هست. من قرار شد برم خونه‌تون. خواهش می‌کنم. همسر من میگه که شما رو با چیز کرد. خواهش می‌کنم. صدا می‌کنم. خیلی خوشحال میشیم که شما رو هم داشته باشیم، جزو لیست دوستان خودمون قرار بدیم. چرا که نه، از یک خانواده ادیب، پدر و مادر فرهنگی، مشخصه که شما هم از آن پدر و مادر باید انتظار چنین داشته باشیم. بسیار خوشحال شدم. من واقعا به تو ببخشید که خیلی خودمونی با شما عالی بسیار خوبه. بهتون نزدیک بودم. خواهش میکنم. اینجا یا آره. خیلی خوشحال شدم. واقعا چقدر سپاسگزار هستم از اینکه لطف کردید آمدید به این برنامه. ممنون که این فرصت رو بله جانم. من از شما یه سوال دارم. جونم بگو. The tables turn. Oh my gosh. تو این 7 سال قشنگترین خاطرتون چیه؟ خاطرات زیادی دارم آخه. می‌بینید کدومش رو دوست دارین که شیر کنید با من؟ جدی میگم. آخه خیلی دوست دارم اینو با مردم، همه میپرسن. بله. خاطراتم تمام این پیغام هایی هست که خودت با من هستی. بله. وقتی که میایم و میریم، این همه مردم عزیزی که باعث شدن که من این همچی بچسبم به این برنامه، عشقی که به من میدن، انرژی که به من میدن، پیام های زیبایی هست که هموطنان عزیز، شما عزیزان باعث استواری و ماندگاری این برنامه شدید و خاطرات من بهترین ها از شماست که اینها رو در قلبم گذاشتم و تمام صداهای شما رو همسرم روی DVD گذاشته. امیدوارم یک زمانی بتونم که تمام صداهای شما رو در یک برنامه‌ای که دارم پخش کنم که چقدر زیباست. خودش یک کتاب شعر و ادبیات فارسی است با کلماتی که از ایران یک خانومی زنگ زدن به من، پیغام گذاشتن که زیبای عزیزم، شما با رنگ‌های زیبا، با گل‌های رنگارنگ خودت
و با اون برنامه پرمحتوای خودت چشمهای گریان ما رو نوازش میدی. من تنها چیزی که میتونم بگم فقط گریه کردم و فقط ناراحت شدم از اینکه از یک طرف هموطن عزیزی آنچنان بهش داره سخت میگذره که رنگهای گلها و لباس من چشمهاشو نوازش میده، مگر در اونجا چیزی دیگه ای نیست که این چنین باشه. به هر حال خاطرات من زیاد هست هموطنان عزیز، حتما در یک برنامه خاطراتم رو با شما تقسیم خواهم کرد. بسیار عالی، واقعا عالی بود. بله ولی خب خیلی خاطره دارم. خب شما خانم دکتر به من بگید که از عید و نوروز شما